مردی که دیشت بدن همسرش شد پخت و خورد. شاید برای شما هم جالب باشد بدانید داستان این خانواده چیست. مردی که گوشت بدن همسرش رو پزید و خورد. این مرد در بازجویی پلیس گفت به خاطر اینکه کسی به قضیه کشتن همسرم مشکوک نشود تصمیم گرفتم او را بپزم و بخورم. خانم داون وین 3 سال پیش گم شد. در این امورات پلیس شهر لس آنجلس پس از 16 ماه تجسس موفق به کشف حقیقت نشدند. اما بعد از گذشت 3 سال دختر مقتوله به اداره پلیس لس آنجلس رفت و گفت شبی پدرم دویگلینز در شرایط مسیحی به من گفته که 3 سال پیش من همراه مادرت پس از خوردن مشروب ماریجوانا نیز مصرف کردیم. در این حالت از شدت مصرف بیش از اندازه نبات مخدر مسموم شد. در درست هنگامی که استفراغ کرد من به زور دهن او را گرفتم و باعث خفگی او شدم و بعد از اینکه مادرت را خفه کردن برای اینکه پلیس به من مشکوک نشود گزارش را پختم و خوردم.